سلام علیکم بچه‌ها. این درس یکمیم است. آیدی برنامه‌ای خب C++ در ویژوال استودیو 2008 خیلی که می‌بینیم ما فایل یکمون رو می‌سازیم. اینا نیو پروژکت و ویژوال C++ در جا نویسندگی هستیم. ما همین وین کنسول اپلیکیشن انتخاب میکنیم برای درسمون سر کردن با سبب اینه که بسیاری ها همین را استفاده میبرن. اگر خواهش داشته باشید ما میتونید مراجعت کنید. ما ویندوز فرم اپلیکیشن کاتیان دوامش میتیم ساختنش برای این رنگی ویژوال بیسیک میشود. ویندوز فرم اپلیکیشن یعنی کنوپکا دارد، انایش میشه نداره ایچی. ایرا عادتا بسیاری ها انا همیشه استفاده میبرن برای پروگرام های کنسولی ساختن. خب اولیمپیادا و دامبرین که کسی که با C++ کار میکنه انامی ورسیاش کاتی کار میکنه، یک کنسولی ورسیا کاتی. خب ما یکم پروژکت میسازیم با نامی یا فرق کنیم و بیایم بگیریم میمونیم سنجش. خب سنجش با نامی سنجش میمونیم. چقدر که میبینید این اینجا لوکیشن است. لوکیشن ده ما دیسکی در انتخاب کردیم. خب سولوشن میمون سنجش خودش اتوماتیک میمونه. اوکی پخش میکنیم. پروگرام ما هم خیلی میپرسم و یکم چی نمیکنیم فینیش پخش میکنیم. خب چقدر که میبینید علاقه برنامه ما ساخته شد در جا نشان داده است. انا که حاضی ما امره حرکت میکنیم برنامه را سرش بدیم که چی گرد میشه. یعنی برنامه را سر دادن انا قسمتی بالا نگاه کنیم یا سیکن جایگ هسته start debut نویسندگی هسته. ما زیرا پخش کنیم ماده خطوگی اون میکنه. خب ایتاری دوی میپرسته ایشالا خون نشه yes. خب با سبب زپس اکران برنامه کم کم میچسبوند. شما میتونید خواتین باشین در کامپیوتر شما در آده کرده میداره. این چقدر که دیدیم برنامه ما پیدا شد و با همون برابر گم شد. با چه سبب پیدا شد یک بار گم شد؟ با سبب اونه که در جاز ما یکون کارت پیشنهادش نکردیم، نه یعنی نگفتیم یکون کار اجرا کن. برای همین برنامه پیدا شد و با گم شد. خب برای یکون کار که ما سپارش بتیم اجرا کنه ما همین ریتورن دا میویم پایان میخندیم. خب یعنی جاهوی میکنیم. در اینجا ما منویسونیم get خب قوسی میکنیم میپشیم دو نقطه ویرگل میمونیم. نگفتن همون که همین نقطه ویرگل در هر یک داخل اپراتوری که میمونیم جوش میکنیم. یکم خب برای در خوبیسی گفته بودیم توضیحات موندن همین دوتا تقسیم بگیم. دو تقسیمات رو برا میمونیم بعد می‌نویسیم توضیحات include برای دعوت نمودن کتابخانه ها یعنی بیبلیوتک ها. حاضرش است def x.h فایلات کرده شدگی است. خب بعد از اون int main خب این داخل همون فونکسیه می باشد که ما کارمون رو اجرا میکنیم. با بازی ما get چه فایلات کردیم تگمه را موندیم می نویسونیم و برنامه را سر می دهیم. نگاه کنید با ما علاقه خطاگی اعلام میکنه زیبیر build errors یعنی میگه که کدام عملیتون نادرسته. شما میخواهید که ورسیه پیشنش را سر دهید. بله میگه این پیدا میشه گم میشه یعنی
پیشتر ساز کار کردگی بدنش ساز کار کردگیشه با چه سبب ما در خطاگی نشون داد برای که برنامه ما نمیدونه گچ چیه انا برای این را فهمیدن ما باز یک بیبلیوتک دیگر را به اینجا فایرود میکنیم که ایش نام داره include conio include خب ایش در منویسونیم conio نقطه h وقتی ما include conio نقطه h نویسونیم یلکه بیبلیوتک دیمی ما میشه که ما در اینجا استفادهش میبریم و پخش میکنیم تگماچه استارت خب yes برنامه ما حاضی گریان میشه و گم نمیشه این اچکال که میبینیم برنامه ما گریان شد اما چی نشید خودتون که دیده استدیم گم نشید برای آن این گم نشید که ما ایجاده گچ نویسندگیم گچ معناش چیه یعنی برنامه تا یگان کنوبکار همون نجکن گم نمیشه برای همین ما یک کنوبکار دلخواه کنوبکار شما میتونیم پخش کنیم بعد برنامه از حرکت خاموش میشه یعنی اجرا میشه خب ایش ما با شما دیده گذاشتیم آن اکنون یگان عمل عادی را داری یکم عمل عادی که بود در جا ما دیده گذاشتیم خب یه عمل دیگر از با شما گفتم میگذاریم و همین این درس ما با آخر میرسد بیان یک سرکنید ای اینکلود سر میکنیم یا اینکلود دیگه فایل میکنیم برای عمل های متمتیک را اجرا کردن اینکلود ایش در منویسونیم مز خب مز نقطه h یعنی بیبلیوتک متمتیک را ما در جا فایلش میکنیم انا پیش از آنه که گچ هم نویسونم گچ کور نمیکنیم بچه که متمتیک عملی ما هم اجرا کردیم وقتی گچ نباشه خودش اتوماتیک محکمش میکنه با سبب که این گچ نیسته نتیجه هم بودن نشون میده در آوردن محکمش میکنه رنگی که پیشنا کردم میدرماده میشونده میشید خب برای همین اکنون ما می نویسونیم یک تغییر یا بانده میگیریم تغییر یا بانده را می نویسونیم فلات مثال اس نقطه ورگل منم میمونیم و بعد فلات اس ما باز میگیریم دو تغییر یا بانده دیگر اینها را یک تاشا میمونیم نامشون int a یک تا دیگرش را میمونیم int b اینا برای چی در کنم؟ برای که ما قیمت ها را باید وارد کنیم قیمتی برنه را یعنی چکل که ا جمعی ب در ویزوال بیس بخشش ویزوال بیسی که خب بیسیک استفاده میبردیم نکی ما پیشکی آنها را نام نمیمونیم اگر از ما اینها را نام مانیم و ما خطاگی علوم میکنم نام نمونیم برای همین ما پیشکی آنها را میمونیم خب من نویسونیم پرینت f در آخر بینیم پرینت نویسونیم با در آخر f خب پرینت f را ما نویسونیم در داخل قوس می نویسونیم یعنی اینپاد در نخنک می نویسونیم که در اینجا پرینت کاتی می نویسونیم همین ها رو خب پرینت f اس رو نویسید بخشش آ رو داخل کنید آ را داخل کنید دو نقطه خب نخنک ای دورتر میپوشیم اما علامت همون میمونیم انا اکر خود یارا ما با چی داخل میکنیم با یاردمی scan f با هم خیلی نخنک قوس پیش میکنیم میپوشیم در داخل نخنک ها ما می نویسونیم علامتی فایز هم میمونیم بچه درست علامتی فایز بعد د خورد
وقتی که اینها را موندیم ما ورگل میمونیم، ایدامش امپرسنت میمونیم. اگر خطا نکنم امپرسنت بود. خب این برای آن بود که ما قیمت داخل کنیم و آی را می نویسونیم. خود همون کار رو یک بار دیگر اجرا میکنیم. نه ایجاد نقطه چه نموندیم. خود همین کار رو یک بار دیگر بچه ها اجرا میکنیم. شما میتونید دستی بنویسین همین کار فقط ب ایره که ما نویساندیم. هر دین ها وقتی عمل اجرا کردن اومده که در عمل اجرا کردن اگر شما در خاطر داشته باشید ما فلات اس گرفته بودیم. من اکنون می نویسونیم اس برابری خب ا جمعی ب پایان میخندیم. در اینجا که ما باید اینها رو با چوب دهیم. با چوب دادن با اثر از پرینت استفاده میبریم. پرینت اف خب با قوسمون وی میکنیم. در داخل قوس ناخنکمون هم وی میکنیم. در داخل ناخنک می نویسونیم اس برابری خب علامت فایز اف خب تقسیمی ان انا اکنون ورگل مونده با همون اس خود را می نویسونیم. خب با دقت باشین که اگر در همین داخل ناخنک یک تایی که اسکان اف دا دی داریم میشنم دی داریم اگر هم یا نباشد برنامه ما خطاگی اعلام میکنه. ما این را سخرانید میکنیم. برنامه را سرش میتیم با همین گپاش اوکی یعنی یس را پخش میکنیم. آنهایی درجه چه خطاگی اشید که از این درک نداریم برای چیز باشه ما در خطاگی اعلام کسته ایجاد خطاگی های ما در یکی نقطه ورگل را نمونده ایم. نقطه ورگل در این خط نمونده ایم میمانیم. سخرانید میکنیم. از نو سرش میتیم برنامه مونه کمتر سرش میشته بیم چی چقدر که شما اهمیت دادید در دو جایی که ما نقطه ورگل نموندیم برنامه ما کار نکرد. اینا ا را داخل کنید. قیمت ای ما مثال میگیریم 6 قیمت بی ما مثال میگیریم 7 جوابی هر داشت 13 0 0 و غیره. من همین بود کار عمل عادی ترین در C++ ویژوال استودیو. یعنی خب فهمیده باشیم بهترین خب نفهمیده باشیم خیلی یک چند بار تکرارا تماشا کنید انیق یاد میگیریم عمل های عادیشه. تا درس های آینده سربلند خانه آباد باشید.